سریال ترکی خواهران و برادران یکی از موفق‌ترین و محبوب‌ترین سریال‌های کشور ترکیه در چند سال اخیر است. شهرت و موفقیت این سریال به حدی است که علاوه بر کشور ترکیه در بیش از 60 کشور جهان و به ویژه در ایران در حال پخش است. این سریال درآمدزایی و سودآوری فوق‌العاده‌ای برای سازندگان و تهیه کنندگان سریال داشته است. به همین خاطر بازیگران سریال نیز دستمزدهای نجومی و قابل توجهی در این سریال داشته‌اند تا توانستند این سریال را به این حد از کیفیت و محبوبیت برسانند. ایگید کوچاک بازیگر نقش عمر برای بازی در هر قسمت از سریال خواهران و برادران 15,000 لیر ترکیه دریافت کرده است. این رقم معادل 40 میلیون تومان به پول ایران است. سو برجو یازگی بازیگر نقش آسیه و اونور سعیدیاران بازیگر نقش دروگ برای هر قسمت از سریال خواهران و برادران 15,000 لیر ترکیه دریافت کردند. بیشترین دستمزد را در سریال خواهران و برادران جلیل نالچاکان دریافت کرده است. جلیل که ایفاگر نقش عاکف در سریال است برای هر قسمت 40,000 لیر دریافت کرده است. آهوی آتو بازیگر نقش سوزان نیز برای هر قسمت سریال مبلغی حدود 35,000 لیر دریافت کرده است و خالد ازگرساری که در فصل اول و دوم نقش قدیر را بازی می‌کرد برای هر قسمت 30,000 لیر دریافت کرده است.